افشای حقایق تازه رجا آرایش و غزال عنایت. رجا آرایش در کدام کشور زندگی می کند؟ آیا با واقعیت رجا آرایش همسر غزال عنایت بوده است؟ واکنش غزال عنایت در مورد گفته های جدید رجا آرایش چی بوده است؟ غزال در کجاست و مصروف چی کار باری است؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق این موضوع خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال من باشید. سلام، شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال من هم آگاه شوید. غزال عنایت هنرمند خوش صدا، نام آشنا در صنعت هنر موسیقی افغانستان است. غزال از ولایت لغمان ولی بزرگ شده ولایت زیبای کابل است. غزال عنایت کارهای هنری خود را یک دهه قبل به طور رسمی در افغانستان آغاز کرد. غزال عنایت با سرودن آهنگ‌های پشتو و دری توانسته جایگاه خاصی در دل‌های هزاران افغان برای خودش پیدا کند. غزال عنایت بعد از رفتنش به کشور کانادا و سرودن آهنگ‌های دوگانه با قیس الفت و نشر ثبت ویدیو کلیپ‌هایش در رسانه‌های افغانستان به یک بارگی نامش آوازه شد. غزال عنایت همسر اول رجا آرایش، یکی دیگر از هنرمندان موفق و جوان کشور ما است، ولی ازدواج این دو از هم پاشید و طلاق گرفتند. اکنون رجا آرایش به کشور استرالیا زندگی می کند و در جدیدترین برنامه تلویزیونیش نامی از غزال عنایت برده است، ولی غزال عنایت تا کنون در هیچ نوع برنامه تلویزیونی خود نامی از همسرش نبرده است. اکنون غزال عنایت در کشور ترکیه زندگی می کند و در صدد برگزاری کنسرت های جدیدش در سال نو میلادی می باشد. من هم آرزوی موفقیت، سلامتی و کامیابی برای تمامی جوانان و هنرمندان کشور خود از بارگاه عزت منان تمنا دارم. دوستان نهایت عزیز، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با دوستداران و علاقمندان غزال عنایت به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز عضو کانال من نشدید، پس برای دوست شدن با کانال من علامت سابسکرایب را فشار بدید، ویدیوهای من را لایک نموده و با دوستانتان به اشتراک بگذارید. سلامتی شما نازنینان آرزوی من است. تا درودی دیگر، بدرود.